معماهای ساعت شن. نادوز. توی هر معمای نادوز یه زمین بازی یا همون جدول 6x6 خونه‌ای داریم که باید همه زمین رو با علامت‌های X و O پر کنیم. برای پر کردن خونه ها 2 تا قانون ساده داریم. یک، توی هر ردیف یا ستون علامت ها نباید دوز بشن، یعنی یه علامت نباید 3 بار پشت سر هم تکرار بشه. دو، توی هر ردیف یا ستون باید از علامت‌های X و O به تعداد مساوی استفاده کنیم تا تعادل علامت‌ها حفظ بشه. حالا با هم یه معما رو حل می‌کنیم. توی هر معما چند تا X و O اومدن توی زمین. بقیه رو تو باید بچینی تا زمین پر بشه. به جدول نگاه می‌کنیم و دنبال ستون یا ردیفی می‌گردیم که برای شروع ساده تر باشه. توی این ستون 3 تا O داریم، پس برای حفظ تعادل 3 تا X هم لازم داریم، پس 3 خونه دیگر رو هم با X پر میکنیم. برای اینکه این ردیف دوز نشه کنار O ها باید X باشه. خونه سمت راستی هم باید O باشه تا تعادل برقرار بشه. توی این ستون خونه بالایی باید X باشه تا اوهای ردیف اول دوز نشن. خونه یکی مونده به آخر هم باز برای اینکه اوها دوز نشن باید X باشه. 2 خونه باقی مونده. خونه سوم رو با گذاشتن O برای نادوز کردن X ها پر میکنیم. آخرین خونه خالی رو هم برای حفظ تعادل X و O و همینطور برای نادوز شدن O ها با X پر میکنیم. توی این ردیف باید از یک X و یک O استفاده کنیم که جای اونها کاملا مشخصه چون علامت ها نباید دوز بشن. بقیه مراحل رو هم دنبال میکنیم تا زمین پر بشه و بازی تموم بشه. انتشارات هوش ناب.